سلام وقت بخیر. من یه استراتژی براتون آماده کردم که خیلی هم جالبه و اینکه هم خودم حالا یه دوست داشتم استفاده ویدیوهای من رو بکنم، فقط هم توی پادکست من به بازار شبیه این بود هم انگلیسی به بازی دومش شما میتونی معامله بگیره، فقط هم سری هست و اینکه من اسمت معامله باز میکنم ببینم از شبیه این بود، یعنی به بازی آخرش داشت تبدیل به این میشد این انگلیسی شما میتونید یه معامله سری بگیرید میتونید شناور یا یه خیلی هم جوابه یا یه چند هشته هست.